خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. احمد دانش. سال 1950 وقتی که با تحقیق شاگردانم در آثار علمی استاد عینی مشغول بودم، دیدم که 3 تن از بزرگان گذشته‌مان در مرکز توجه خاصه و آموزش پرشوق استاد قرار گرفتند. اینها رودکی، واصفی و احمد دانش بودند. استاد عینی در ادبیات شناسی نو تاجیک نخستین تحقیقات‌های علمی خود را در احوال و آثار این بزرگان تألیف نمود. گذشته از این، استاد با شوق و اشتیاق دانشمندانه و سخنوری بی همتا جوانان را به آموزش مکملتر و عمیق‌تر این بزرگان راهنمایی نمود. شناساییم با نام احمد دانش و شوق و رغبت آموختن روزگار و آثار این علامه از خواندن اثرهای استاد عینی آغاز یافته است. استاد در تألیفات علمی و تاریخی سالهای اول 20 قرن گذشته احمد دانش را یکی از زمینه‌گذاران انقلاب فکری و علمی بخارا قلمداد کرده است. وی در کتاب تاریخ انقلاب بخارا نوشته بود که در محیط تنزل جامعه بخارای قرن 19 اقتباس از عینی در افق تیره بخارا چون ستاره سحرگاهی ستاره درخشید. این ستاره احمد مخدوم مهندس دانش بود. پایان اقتباس. این تشبیه نهایت مؤثر، نشانرس و مایه تفکر و اندیشه بود. حس می کردم که تحت این تشبیه یک زمان تاریخی ما و یک جهانی پر اسرار احمد دانش نهان است. پس از 30 سال در پایان عمر، عینی را باز سیمای احمد دانش الهام عطا کرد. وی در کتاب سوم مخصوصاً 4 یادداشت‌ها از آثار و روزگار دانش گفتن ممکن است طرح رمنی را به وجود آورد. عینی گویا به جوانان خطاب می‌کرد که کو دستی و جرأتی که کاری مرا ادامه دهد و سیمای این شخص نادره را برای مؤثران بیشتر و عمیق‌تر کشف نماید. سالهایی که در آموزش ادبیات قرن 19 جستجویی‌ها داشتم، در عالم ادب این زمان هر لحظه نام و نمای دانش نمودار می‌گشت. چون کوهی سر به فلک کشیده خاموش بود، اما مغناطیسی داشت که مرا به سویش می‌کشید برای کشف معدنیاتی که در کانهای خود محفوظ دارد. عزم و نیتم سخت‌تر می‌گشت که بعد از انجام رساله علمی به احمد دانش رو خواهم آورد. در اول خواستم که آموزش احوال و آثار دانش در نقشه علمی اینستیتوت به نام من داخل گردد. چنانکه گفتم شادروان عبدالغنی میرزایف به این راضی نشد. در اول رنجیدم و ناامید هم شدم، اما بعدتر فهمیدم که کار به فایده من بوده است، زیرا اگر کار با نقشه اینستیتوت محدود می شد به طرز دلخواه تمامیت نمی یافت. اکنون امکانیت و اختیاری کامل داشتم که آموزش دانش را با حوصله تام، بی شتاب زدگی، به میل خاطر و طبع خود ادامه دهم و حاصل منظور و مقبول به دست آورم. سال 1955 رساله نامزدیم را به نشر تهیه نموده از چاپ برآوردم. بعد از این دست گشاده شد و بسم الله گفته نوادر الوقایع دانش را به دست گرفتم. این نسخه قلمی معتمد و متبرک بود. چنانکه عینی در یادداشت‌ها آورده است، این نسخه را 3 دوست جانی، عینی، حیرت و منظم خطاط از روی نسخه کتاب کرده خود دانش تهیه نموده بودند. خواندن و فهمیدن این اثر کاری آسان نبود. خصوصا باب و فصلهای فلسفی و دینی و عارفانه نهایت مشکل بود.
من بیشتر باب و فصلهایی را که عینی در یادداشت‌ها مضمونی مختصری آنها را نقل کرده بود می‌خواندم و برای چاپ انتخاب می‌نمودم. یک طرف پرده به جهان اسرار و راز دانش کشاده می‌شد و به خود سخت می‌کشید که از آن دور شدن محال بود. در این خصوص به مسکو در نامه‌ای نوشته بودم: زندگیم و صحتم بد نیست، ولی اگر مهم مرا از احمدی دانش دور سازد خیلی عصبی می‌شوم. من این کار را چنان دوست داشتم که به آن روز گذرانیده نمی‌توانم. می‌دانید این احمدی دانشی ما چه شخصی بوده است؟ آدمی بزرگ تند مزاج و تصور کنید که در همان وقت اینقدر دانش و اینقدر جسارت داشتن عجابت است. 8 می 1956. 7 ماه کاری پر شدت و پر شوق به آخر رسید و 7 حکایت، باب و رساله در نظم تمدن و تعاون معروف به رساله سیاسی با اختصارات، لغتنامه و توضیحات و آخر سخنی مفصل به نشریات سپرده شد. به هیچ پرسش و اجازت در اول کتاب مجموعه را به 130 سالگی تولد و 60 سالگی وفات دانش بخشیدم. نشریات در اول صحیفه رمزی 10 روزه ادبیات و صنعت تاجیک را در مسکو ثبت نمود. کتاب در کاغذ اعلی صفت و مقاوی زیبای لدرین به نام پارچه ها از نوادر الوقایع در اول ینوری 1957 با تیراژ 10,000 نسخه از چاپ برآمد. این مجموعه اولین آثار احمدی دانش بود که بعد از 23 سال تأسیس تاجیکستان، بعد از 3 سال درگذشت عینی به چاپ رسید. واقعه مهم نشر آثار دانش از طرف جامعه خوش پذیرفته شد و ما را دلیر کرد که به اجازه به اصطلاح بالا به جشن 130 سالگی دانش آمادگی بینیم. مباشر این کار کمال عینی و این جانب بودیم. هر دو نزد رئیس شهر محمود بیگ نظریبیکوف رفتیم که کوچه ای را به نام احمدی دانش گذارند. این مرد فرهنگ دوستی بود که چند سالها ریاست شهر را در عهده داشت و دوشنبه را در دایره امکانات همان وقت خیلی آباد کرد. او به ما کوچه ای را نام گرفت موسوم به پرمیشلنه که به طرف فرودگاه خرد کهنه دوشنبه می رفت و خیلی ناآباد و نامسکون بود. ما کمی اظهار ناقناعتمندی کردیم، اما وی ما را باور کناند که این کوچه آینده خوب دارد. به همین طریقه در دوشنبه کوچه احمدی دانش پیدا شد که امروز همه سیاحان و مهمانان از فرودگاه از همین خیابان به شهرمان داخل می شوند. همزمان برای تشکیل همایش علمی اکادمی نیز تدارکات نمودیم، اما تشکیل این کار با تأخیر صورت گرفت. همایش علمی را به افتخار 130مین سالگرد زادسال دانش سازمان دادن بعد از 3 سال میسر گردید. 23 دکبر سال 1960 ساعت 6:30 بیگاه در تالار تئاتر اپرا و بالت صدرالدین عینی سسی علمی اکادمی فنهای تاجیکستان به شرف جشن 130 سالگی تولد احمدی دانش برپا گردید. سسی با سخن مقدموی نایب پرزیدنت اکادمی عبادالله قاسیموف گشایش یافت. اعضا کریسپندنت در همان سال اکادمی فنهای رسیس تاجیکستان پروفسور ظریف رجبوف در موضوع احمدی دانش معارف پروری برجسته تاجیک معروضه کرد. سپس حافظان و سرایندگان و هنرپیشه های تئاتر دراموی کنسرت تشکیل نمودند. دوام سسی 24 دکبر ساعت 10 پگاهی در بنای اکادمی سازمان یافت. اهل مجلس در موضوعهای مختلفی مربوط به احمدی دانش سخنرانی‌های اسکندروف، بقایف، هادیزاده، معصومی، میرزایف، عینی، احراروف، شکوروف، نورجانوف، اویزبایف را شنیدند. سسی اکادمی در تبلیغ و شناسانیدن دانش به اهل علم و عموماً مردم تاجیک بعد از استاد عینی قدم نوی جدی محسوب می شد. ولی این تنها یک قدم بود. سعی و کوشش های بلیغ باید نمود که دانش سزاوار مقام و مرتبهش
در تاریخ فرهنگ ما آموخته شود. پیش از همه آثار علمی و ادبی دانش را معین کردن، ترجمه حال و راه ایجادی او را برقرار نمودن لازم بود. سفرهای دانش به روسیه کدام سالها واقع گردیده است و در این سفرهای رسمی چی مقام و نفوذ داشت؟ نیز از مسئله های تاریک بود. در سر این معماها فکرها می کردم ولی نمی دانستم کار را از کجا شروع کنم که سررشته مشکلی ها به دست آید. در جریان به نشر آماده نمودن بابهای نوادر الوقایع، واقعه های سفر دانش به پتربورگ بیشتر دقت را جلب می کرد. زیرا این سفرها به تقدیر شخصی و آرا و اندیشه های دانش تأثیری بزرگ گذاشته بود. ماها اندیشه می کردم و ناگهان چراغی در راه جستجویهای من فروزان گشت. در یک کتاب تاریخی نظرم به سرچشمه افتاد که ارخیو سیاست بیرونی روسیه نام داشت. دیدم و گفتم که در همین ارخیو از مناسبت‌های سیاسی بین روسیه و بخارا و سفر سفیران امیر بخارا حتما سند و حجت‌های معتمد پیدا کردن ممکن است. تابستان سال 1956 سفر علمی و ایجادی به مسکو میسر شد. ارخیو مطلوب را پیدا کردم و با اجازه وزارت کارهای خارجی SSSR به این ارخیو راه یافتم. روز اول سررشته حل معماها به دست آمد. در این ارخیو همه حجت‌های دیپلماتی بین امارت بخارا و روسیه و حجت‌های سفر فرستادگان امیر به پتربورگ در جزئی‌گیرها نگهداری می‌شد. در همین جا سندهای خیلی مهم و برای من نهایت غیر چشم داشت از 3 سفارت امارت بخارا سالهای 1857-58 1869-70 و 1873-74 نگهداری می شد. در همین حجتها نام احمدی دانش در رتبه عضو سفارت امیر بخارا ثبت گردیده بود. بجز مضمون گفتگوهای رسمی در این اسناد جزئیات واقعه هایی در پتربورگ اقامت کردن هیئت سفارت عکس یافته بود. این جزئیات نه تنها برای تفصیلات ترجمه حال دانش بلکه در روشن نمودن منشأ بعضی آرا و اندیشه های سیاسی و فلسفی آثار خطیش ارزش مهمی را دارا بود. به همین طریقه جهان دانششناسی غنی گردید و دامنه وسیع به خود گرفت. پس از بازگشت از مسکو ماه اکتبر سال 1956 خلاصه و جمع بست کاوش‌های خود را در ارخیو مسکو در مقاله چند صحیفه نو در ترجمه حال و ایجادیات احمدی دانش تألیف نموده در اول سال 1957 در مجله صدای شرق به اطلاع اهل بینش رساندم. مقاله به اهل علم و عموما جامعه ما تأثیرات عمیق گذاشت. پس از پذیرایی خوب و حسن تفاهم جامعه نسبت به این مقاله عزم و نیتم محکمتر می گشت که فعالیت علمی آینده‌ام موقوف و مصروف آموزش احمدی دانش خواهد شد. برابر همین در یک گوشه دل آرزوی اثری بدیعی درباره دانش تألیف نمودن رخ نمود. در این خصوص به مسکو نوشته بودم: کارهایم بد نیست. حاضر کرکتور احمدی دانش را خوانده ایستادم. مقاله را درباره احمدی دانش سر کرده بودم. نیت دارم تا 1 نوامبر تمام کرده سپارم. از همه بیشتر نیت و عزم من، میل من به نوشتن چیزی بدیعی درباره احمدی دانش مرا آرام نمیگذارد. از این سبب بیشتر متریال های تاریخی را می آموزم، رمن های تاریخی می خوانم. اگر به عمل برآوردن این نیت میسر شود، وقتی کلان برایم می شد. 23 اکتبر 1956. در همین سالها در صدای شرق مقاله با امضای احمد قاسم زاده از بخارا چاپ شد. مؤلف درباره میر عطاجان تنبوری که از همنشینان آخرین احمد مخدوم دانش بوده است نقل جالب نموده بود. من ادرس این شخص را پیدا نموده
نامه نوشته پرسیدم که اگر به بخارا سفر دست دهد آیا با میر عطاجان تنبوری و شاهدان دیگری آخر حیات دانش ملاقات نمودن امکان دارد؟ قاسم زاده نامه محبت آمیز نوشته ما را به بخارا دعوت نمود و تأکید کرد که آنچه از دستش می آید در جمع نمودن مواد ضروری درباره احمدی دانش کمک خواهد کرد. با اجازه و تأمین مالی میرزایف یک گروه خرد علمی در هیئت ابوبکر ظهورالدینوف و عکاس و صدابردار 15 می سال 1958 به بخارا رخت سفر بستیم. در مدرسه دیوان بیگی لب حوض منزل کردیم. این مدرسه را به تغییر عمارتش به مهمانخانه تبدیل داده بودند. و من حجره کنجکی شمال و شرق را جدا کردند و از این حجره به زمان زندگی احمدی دانش قدم نهادم. بله، به هیچ مبالغه. آخر در پهلوی راست ما مدرسه کوکلگاش بود که در یک حجره آن چند سال دانش زندگی کرده است. صبح روز دیگر احمد قاسم زاده حاضر شد. این مرد قامت بلند سیاه جرده پرگوشت ما را با تبسم شراربار چشمان سیاهش خیر مقدم گفت و با مهمان دوستی بخاری و چای کبود و قیماق آوازداری بخارا به لب حوض، نام مکملش لب حوض دیوان بیگی، دعوت کرد. باد سرد سحری، آب شفاف حوض و لوله آبهای شهر، دو مدرسه و خانه‌های دیوان بیگی از طرف غرب گوشه دلکش بخارا را تجسم می کرد. بخارایی که سالها از دور تصور می کردم و در آرزوی دیدنش بودم. سخنهای مهمان نوازانه میزبان، گفتگوی تاجیکی بخاریان گرد و اطراف حوض، عکس صدای شهر تاجیکان عصرهای قدیمی تاریخی ما بود. قاسم زاده نقشه برنامه سیر بخارا را به تقریب معین کرد. دیدار و ملاقات اولین ما باید با میر عطاجان میر ایزاموف صورت گیرد و ما بعد از یک روز به حولی این مویسفید 92 ساله رفتیم. مویسفید که قبلا از آمدن ما خبر داشت در مهمانخانه حولی بیرونش منتظری ما بوده است. نگذاشتیم که به پیشواز از جای برخیزد. زود رفته دست به دست سلام علیک به جا آوردیم و روی کورپچه ها نشستیم. میرعطا بابا در یک ته آهری سفید و دستاری داکه قدیمی پیشاوری از پیشگاه می نشست. چهره سفیدگونه، انگشتان باریک و متناسب و جثه ریز استخوان این پیرمرد مثل تصویرهای مینیاتوری پیش نظر زیبا و خوشرنگ مجسم می شد. میر عطاجان بابا از قصد آمدن ما خبر یافته خیلی خرسند شده است و به قول خودش آنچه جان گرفته است. سالهای جوانی به یاد آمد گردم، دوره‌های بزم و طرب در حولی مختوم بزرگمان به خاطر آمد. میر عطاجان چند بار با استادش قاری کرامت دلکش به دوره صحبت دوستان دانش رسیده است و یک بار با توصیه استادش پیش مختوم تنبور نواخته از آن کس فاتحه نیز گرفته است. آثار پیری در خاطر مویسفید هویدا بود. وی گذشته را زود و به هم مربوط به یاد آورده نمی توانست. در رفت صحبت نخست واقعی یا ملاقاتی به یادش می آمد و به صدای نرم و نازکش حکایه می کرد. بعد خاموش می شد و در اندیشه و خیال می ماند و باز حکایت دیگری سر می کرد. باری به طرز شوخی گفت: وقتی پیش ملاها دانم ندانم خود را بیدل شناس گرفته، در محفلها شرح شعر بیدل گفته خودنمایی می کردند. یک وقت در صحبت همین خیل ملا بودم. یک بیت را خودم بافته خواندم و شرحش را پرسیدم: سفالی کهنه از مقراض حسرت، غوز جلابی کند بیدل، اگر ناسل گردد کور گرد ماکیان گردد.
آن ملا به به گویان از این بیت به وجد آمد و قریب 1 ساعت به شرح آن مشغول شد. میر عطاجان اصلا زرگری گلدست بوده، به هنری تنبور نوازی از کودکی شوق داشته است. بعد از آن که در این هنر توفیق می یابد، یکی از آشنایان او را به شاعر و تنبوری مشهوری زمان قاری کرامت دلکش شناس می کند. با سرپرستی دلکش میر عطاجان در تنبور نوازی چیره دست و به لقب ناخن طلا مشهور می گردد. وقتهای ما به تنبور سیمهای مخصوصی نازک می کشیدند که در نواختن خیلی نرم و فارم صدا می داد. اگر صدای تنبور از معیار بلندتر شود، قاری می گفتند که تنبور را خرمتر نوازید که گوش خراش نباشد. مخدومی بزرگوار هر بار که قاری تنبور نواخته می شدند می گفتند تنبور را یاد گرفتن یک علم است و آن را گوش نواز نواخته توانستن باز علم دیگر است. بعد از 2 روز در مهمانخانه میر عطاجان محفل موسیقی برپا گردید. 2-3 نفر دوتاری و تاری و ستانواز و ربابچی جمع آمدند. میر عطاجان امروز خیلی بردم و چابک بود. به موسیقیان نواختن نواهای 6 مقام را فرمایش میداد. با تنبور قدیمش مخمس نصراللهی و با معروف جان تنبوری چور عراق را نواخت. در این ساعتها در مهمانخانه منقش و گچکاری میر عطاجان سیمای دانش و گوشه حولی مهمان نوازی وی زنده گشت. در طول 10 روز جایهای تاریخی بخارا را که با نام احمد دانش مربوط بود تماشا کردیم. احمد قاسم زاده همیشه همراهمان بود و هر مشکلی ما را زود آسان می کرد. بعد از سفری بخارا نیز با قاسم زاده مکاتبه داشتم. وی با مهر و جانفشانی هرچی از دانش پیدا می کرد زود خبر می داد. سال 1979 ماه می در بخارا بودم. یک بیگاه به دیدار قاسم زاده رفتم. زنش 1 سال پیش درگذشته و او تنها مانده است. گفتم که بعد از رسیدن به دوشنبه به نوشتن رمن سر می کنم. از شادی در چشمانش اشک دمید. گفت که 20 سال پیش که با هم شناس شدیم دلم گواهی می داد که شما درباره این مرد بزرگ اثری ارزنده خواهید نوشت. بعد از 1 سال شنیدم که احمد قاسم زاده گذشته است. خدا رحمت کند. بعد از بخارا به آماده ساختن مجموعه نوی آثار احمد دانش سر کردم. در این وقت فتوکپی نوادر الوقایع به خط خود مؤلف از گنجینه دستنویس‌های لنینگراد در دست بود. از این نسخه 2 باب دشوار را پدرم به طرز منتخب به خط امروزه گرداند. باب‌های نکاح و خانه‌داری و وصیت فرزندان. رساله تاریخی را نیز با اندک اختصار به این مجموعه مندرج ساختیم. به کتاب اثرهای منتخب نام نهادم. کتاب را به چاپ سپردم و بیماری رخ داد و حالت خواندن کرکتور را نداشتم. از کمال عینی خواهش نمودم که این کار را به جای من اجرا کند. ایشان در اول کتاب عباره در زیر تحریر کمال عینی را علاوه نموده کرکتور را درست نخوانده است و کتاب در املای کلمه و تعبیرات مشکل با سهو و خطا از چاپ برآمد. سال 1959. با وجود این کتاب زود بین خوانندگان محبوبیت پیدا کرد. بعد از 1 سال منتخب آثاری به زبان تاجیکی نشر شده دانش را در ترجمه محمد نوری عثمانوف با نام پوتشستوی از بخاری و پتربورگ با مقدمه و توضیحات مفصل از چاپ برآوردم. نشر دوم این کتاب سال 1976 صورت گرفت. به این واسطه احمد دانش به دایره خوانندگان روس نیز راه یافت. در طول 4 سال 1956-1960 کار بسیار به سامان رسید، اما مرز مقصود حالا به نظر نمی رسید. زحمت و کاوش های فراوان در پیش بود. برای آنکه کتاب علمی
در احوال و آثار احمدی دانش تألیف گردد و رمنی هم از روزگار این نابغه و زمان زندگی و تألیف شود، راه‌های پرپیچ و تاب و ناپیموده را طی نمودن لازم بود. اعتقاد و ایمان قوی بود که در این راه بازیافت‌های عجیب و پرارزش نصیب خواهد گشت. به همین طریقه قدم‌های نو و استوار برداشتن و پیش رفتن باید.